چگونه پیام های ایمو را مخفیانه ببینیم یا بخوانیم تا طرف مقابلمون متوجه نشود که ما پیام اون را خواندیم یا دیدیم، یعنی برای اون تیک نخورد. خب پیش از اینکه برین آموزش ببینیم، برای حمایت از ما لایک، فالو، شیر یادتان نرود و ویدیو را سیو کنید تا گم نکنید. اگر سوالی هم داشتین زیر این ویدیو کامنت کنید، من جواب میدم. و خب بریم این آموزش میبینیم. برای این کار ایمون رو باز میکنیم. بعد اینجا میایم در قسمت سکیوریتی پرایوسی، این گزینه رو پیدا میکنیم، روش کلیک میکنیم. در اینجا میایم پایین، اینجا این گزینه آپشن رید ریسپت، این گزینه رو پیدا میکنیم، روش کلیک میکنیم. بعد در اینجا همونطور که میبینید برای ما نوشته who can see my read receipt. در اینجا اگر گزینه اول انتخاب کنید همگی میتواند ببیند و اگر گزینه دوم انتخاب کنید فقط کسایی که شماره شما ندارد. و اینجا اگر نمیخواید کسی متوجه شود که چه موقع شما پیام اون رو خواندید و دیدید، پس این گزینه آخر انتخاب کنید nobody. این گونه میتوانید مخفی کنید که چه موقع پیام طرف مقابلتان را دیدید یا خواندید اگر نمیخواید طرف مقابلتان متوجه شود. برای آموزش بیشتر لایک و فالو یادتان نرود. تا ویدیوی بعد.